درود بر یاران همیشه همراهم. این مجسمه سر اسبی که میبینید من ساختم 90% رو یونولیت تشکیل داده. میگید نه، با من باشید و ببینید. من برای ساخت سر این اسب یک مکعب یونولیتی رو انتخاب کردم که ابعاد و اندازش به حدی باشه که بتونه اون سر اسب رو کامل در خودش جا بده. تقریبا 1 متر در 1 متر بود این مکعب، با قطر حداقل فکر میکنم 30 سانت بود. حالا دقیقش رو توی کپشن می نویسم براتون. یونولیت رو انتخاب کردم که راحت با اره بریده بشه. ببینید باید به این شکل در واقع اره رو عمود بگیرید و ببرید و اون حجم سر اسب رو از داخل این یونولیت جدا بکنید. کار که تموم شد، حجم رو به این شکلی که میبینید ذره ذره من به وسیله کاتر انجام دادم تا این فرما رو به دست بیارم. در واقع از روش کاهشی استفاده میکنیم توی این روش. خیلی باید مراقب باشید که یه دفعه زیاد لایه بر ندارید. حالا اگرم برداشتید بعدا براتون توضیح میدم که چون باید گچ روی این یونولیت بیارید، نهایتا میتونید با گچ هر جام که کم بود یا جایی زخم شد رو پر بکنید. من یونولیت انتخاب کردم که بافت خیلی درشتی نداشت و خیلی هم ریز نبود که اونقدر سفت باشه که نشه برش زد. یونولیت انتخاب بکنید که نه خیلی بافتش در واقع اصطلاحاً متخلخل باشه، یعنی دونه هاش درشت باشه که کاملا تکه تکه از هم جدا بشه، و نه اونقدر سفت و محکم که تیغه کاترتون حتی بشکنه. متوسطش انتخاب بکنید. من سر رو که در واقع تا حدودی فرمش رو در آوردم، به این شکل روی یک قالب یونولیت دیگه گذاشتم که بتونم اضافه گردن رو هم روی این کار بکنم. برای مونتاژ کردن اینا به هم دیگه من از سیخ‌های چوبی استفاده کردم. فلزی هم میتونید استفاده کنید، بعد چون اینو باید برداشته بشه، چون من نمیخواستم الان چسب بزنم، از این سیخ‌ها استفاده کردم که بتونم شکل گردن اسب رو راحت روی این یونولیت در بیارم و تکون نخوره، مزاحمم نباشه. بعد از اینکه این فرم گردن رو به دست آوردم، دیگه نوبت به برش قسمت‌های اضافه این طرح رسید. به شکلی که می‌بینید من برش رو انجام دادم. عرض کردم حالا خیلی سفت نیست، اما نسبت به یونولیت هایی که بافت درشتی دارن بالاخره یه مقداری سخت هست با اره باش کار بکنید. خیلی باید با احتیاط کار کنید که خدا نکرده اره دستتون رو زخم نکنه. حتی الامکان از دستکش استفاده بکنید. توی این کار اصلا عجله نکنید، با آرامش پیش برید و لذت کارتون رو ببرید. ملاحظه بفرمایید به چه شکل این کار انجام میگیره. اره کاملا باید یک زاویه 90 درجه داشته باشه که برش که انجام میدید کج نباشه. قسمت یال این اسب رو توی این قسمت گردن با اره باید طوری در بیارید که اون حالت دوکی شکلی که سر اسب داره قشنگ توش پیدا باشه. اضافات رو به این شکلی که میبینید میبریم و جدا میکنیم. نهایتاً حجم رو دیگه آماده میکنیم که برش اصلی رو بزنیم به این شکلی که ملاحظه میکنید. همونطور که گفتم چون گردن اسب یه حالت دوکی شکل مثل ماهی داره، بالا و پایین، که در واقع قسمت یال و قسمت زیر گردن یه حالت گرد دوکی شکل داره که شما باید طوری ببرید که این رو در واقع نشون بدید. گردنش بلند بود، من به این شکل کوتاهش کردم گردن رو. بیچاره اسبم چقدر سرش تکون خورد تا این کار انجام گرفت. و نهایتاً اون جاهایی که دیگه با اره نمیشه با ظرافت کار بکنیم رو دوباره من از کاتر استفاده کردم و به این شکلی که میبینید
فرما رو ایجاد کردم. همونطور که گفتم قسمت بالا و پایین گردن باید در واقع حالت دوکی شکل پیدا بکنه و قوس رو طوری کار بکنید که یک دست و زیبا به نظر برسه. بله، ادامه کار رو میبینید که من با همون کاتر طوری دارم کار میکنم که لایه ها صاف و یک دست برداشته بشه. پایان کار نبود و حالا دوباره روی سر میبینید که دارم کار میکنم. نیازی نیست که فرم اصلی رو شما با یونولیت در بیارید. عرض کردم این یونولیت یک بیس کار هست، یک در واقع اسکلت کار شماست. بعداً روی این یونولیت باید گچ بیاد، چون یونولیت شکننده است و اگه بخواد قالبم بگیرید از این مجسمه به هیچ وجه از روی یونولیت نمیتونید قالب بگیرید. باید حتما از یک ماده دیگه مثل گچ استفاده بکنید، روش بکشید تا صاف و یک دست بشه بتونید قالب بگیرید. خب همونطور که میبینید من همطور دارم ادامه میدم از روی تصاویری که از اینترنت گرفته بودم از زوایای مختلف سر اسب، از نمای پشت سر، از نمای جلو، از نمای بغل، سرخ، نیمرخ، از همه من عکس گرفته بودم از اینترنت. شما هم جستجو کنید میاد و کار انجام میدید. در یک روز آفتابی خوب آلانیا من گچ رو زدم روی کل این حجم یونولیتی و در واقع یک لایه گچ ایجاد کردم. گذاشتم خشک بشه. وقتی که خشک شد شما دیگه وقتش هست که سنباده بزنید. گچی که استفاده میکنید توی ایران گچ کناف گچ خوبی هست. من قبلا ایران که بودم استفاده کردم و تجربه خوبی ازش دارم. دوستانی که در ترکیه هستن از گچ ساتن استفاده بکنن برای این کار. قسمت هایی که خشک شده رو با سنباده طوری بتراشید که صاف و یک دست بشه، ولی اونقدر نتراشید که در واقع کل گچ برداشته بشه و برسه به یونولیت. اگر هم جایی برداشته شد دوباره گچ بزنید و پر بکنید. کار در آفتاب داشت خوش می شد، اما باران شدید آلانیا در گرفت، باران بسیار زیبا که البته خب مزاحمم بود و نمیتونستم دیگه مجسمه گچی رو اونجا بذارم خوش بشه. مجبور شدم بیارمش کنار استخر سرپوشیده‌ای که در ساختمانمون هست و نمیدونم حالا یک همسایه نانجیب زد اینو شکست، باد که نبود، حالا نمیدونم، حالا شاید گربه چیزی رد شده که بعید میدونم، چون پایه بسیار سنگین بود. اون پایه پلاستیکی که میبینید پر از آب بود و چند روزی هم که من کار کردم در فضای آزاد بادم میومد، شبا بیرون بود و هرگز نیفتاد. به هر حال زدن شکستن. حالا این سر این اسب شکست، دل منم شکست، اما من ناامید نشدم و یاد این ضرب المثل افتادم که در شکست هم میتونیم برخیزیم و شکست میتونه مقدمه یک پیروزی باشه. دوباره از اول مجسمه رو ساختم و این بار بسیار زیباتر از قبل ساختمش و از خود اسبم ممنونم که در واقع این اسب نجیب با من یاری کرد تا دوباره بسازم و زیباترم بسازم. خیلی عجله داشتم که این کار حتما به نمایشگاهی که هر سال در آلانیا برگزار میشه از طرف شهرداری آلانیا با عنوان آثار هنرمندان خارجی مقیم آلانیا برسه این اثر، که به هر حال همونطور که میبینید برای که آماده بشه و به نمایشگاه برسه من رنگش کردم، از رنگ آکریلیک استفاده کردم. به نظرم خیلی بهتر شد، زیباتر شد. هنوز نگران این بودم که کار نرسه به نمایشگاه، چون دقیقاً 4 ساعت بعد از این که میبینید من دارم رنگ میکنم شروع نمایشگاه بود و خوشبختانه انتظار به سر رسید و من اسب رو آوردم نمایشگاه و جالب است که مورد استقبال
بسیار خوب بازدید کنندگان خارجی، داخلی و مدیران و مسئولان آلانیا قرار گرفت، به خصوص آقای آدم مراد که میبینید من نقش برجسته‌شم ساختم و اومدن بازدید کردن و همین عکس رو در پیجشون هم گذاشتن و خیلی لطف کردن نسبت به من. نمایشگاه خوبی برگزار شد با این اسب نجیب. سپاس که همراه من بودید. دوستان اگر میپسندید لایک کنید، سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنار سابسکرایب رو هم بزنید. سپاس از همراهی تک تک شما.